یه روز صبح بیدار میشی همه چیز عادیه یا حداقل اینطور به نظر میرسه، ولی یه چیزی عوض شده. تو هنوز خودتی، ولی یه صدای نامرئی، یه نیروی پنهان داره تصمیمای تو رو به جای تو میگیره. بدون اینکه بفهمی مسیرت عوض میشه، کارایی میکنی که هیچ منطقی پشتش نیست. ولی مشکل اینجایی که تو هنوز فکر میکنی همه اینا انتخابای خودتن. شاید این سناریو به نظرت شبیه یه فیلم علمی تخیلی بیاد، ولی دنیای واقعی خیلی وحشتناک‌تره. توی طبیعت انگل‌هایی وجود دارن که دقیقاً همین کار رو انجام میدن. اونا موجودات زنده رو تسخیر میکنن، ذهنشون رو هک میکنن و اونا رو تبدیل به برده‌های بی‌اراده خودشون میکنن. مورچه‌هایی که بی‌دلیل از یه درخت بالا میرن و خودشون رو تسلیم مرگ میکنن. جاندارانی که دیگه هیچ کنترلی روی خودشون ندارن. و همه اینا فقط یه بازیچه برای انگل‌های زامبی سازن. حالا سوال اینجاست، اگه یه روز نوبت ما آدما بشه چی؟ یکی از عجیبترین انگلایی که وجود داره یه چیزی به اسم کوردیسپسه. این انگل از اون دسته انگلاییه که میاد به مورچه ها حمله میکنه و یهو مغزشون رو به تسخیر خودش در میاره. حالا میپرسی چطوری؟ خیلی راحت. انگل وقتی وارد بدن مورچه میشه کنترل تمام حرکاتش رو به دست میگیره. حالا این مورچه با اراده خودش بیرون نمیره، بلکه انگل دستور میده که از لونش بیاد بیرون و حتی از درخت بالا بره. اینجا داستان جالبتر میشه. مورچه با اجبار انگل از درخت بالا میره و بعد از اینکه بالا رفت انگل اینطوری بهش میگه خب الان آویزون شو. مورچه مثل یه زامبی از درخت آویزون میشه و انگل هم از این موقعیت استفاده میکنه تا اسپورهای خودشو پخش کنه. به این میگن تبدیل مورچه به زامبی. خیلی باحاله نه؟ اما حالا یه نکته جالبتر که باید بدونی اینه که انگل کوردیسپس فقط روی مورچه ها تأثیر نمیذاره. این انگل ها خانواده گسترده‌ای دارن که روی سایر حشرات هم تأثیر میذاره. اینکه این انگل ها چطور میتونن مغز حشره رو تسخیر کنن و رفتارهای طبیعیشون رو تغییر بدن هنوز یه معماست که دانشمندا در حال بررسیشن. حالا ممکنه فکر کنی این فقط برای مورچه هاست، اما قضیه خیلی بزرگتر از این حرف هاست. چون انگل ها میتونن موجودات بزرگتر رو هم به این وضعیت در بیارن. مثلا انگل توکسوپلاسما گاندی یکی از انگلاییه که وقتی به موشا حمله میکنه اونا رو وادار میکنه از گربه ها نترسن. میدونی چرا؟ چون انگل میخواد موشها رو تو دام گربه ها بندازه تا بتونه راحت‌تر تکثیر بشه. خیلی خفنه نه؟ انگل ها اینطور مغز موجودات رو دستکاری میکنن تا راحت‌تر بتونن کار خودشون رو انجام بدن. جالبتر اینه که دانشمندا فهمیدن انگل توکسوپلاسما گاندی فقط روی موشا تأثیر نمیذاره. این انگل میتونه روی رفتار انسان هم تأثیر بذاره. تحقیقات نشون میده که این انگل ممکنه باعث تغییرات در رفتارهای انسانی هم بشه. مثلا بعضی از مطالعات نشون دادن که افراد آلوده به این انگل ممکنه خطرپذیرتر بشن. حتی تو بعضی از موارد تمایل بیشتری به ریسک پذیری داشته باشن. یعنی انگل ها میتونن مغز انسانم تا حدودی دستکاری کنن. حالا تصور کن اگه یه روزی یه انگل بیاد که به مغز انسان ها حمله کنه چی میشه؟ حالا سوال پیش میاد که اگه انگل هایی که میتونن موجودات دیگر رو زامبی کنن آیا میتونن ما آدم ها رو هم به همون وضعیت در بیارن؟ شاید فکر کنی این فقط تو دنیای فیلم ها و بازی ها دیده میشه، اما نه. حقیقت اینه که بعضی از انگل ها میتونن به مغز انسان هم نفوذ کنن و رفتارهای ما رو تغییر بدن. بله، درست شنیدی. انگل ها میتونن کنترل مغز ما آدم ها رو هم دست بگیرن. خیلی عجیب و ترسناک به نظر میاد، مگه نه؟ حالا که دیدی انگل توکسوپلاسما گاندی چطور میتونه تغییرات روانی ایجاد کنه، بیا بریم سراغ یه انگل دیگه که ممکنه تاثیرات مشابهی بذاره. یکی از انگل هایی که به راحتی میتونه روی مغز انسان تاثیر بذاره پلاسمادیوم فالسیپارومه.
این انگل مسئول بیماری مالاریاه که هر سال میلیون‌ها نفر رو درگیر میکنه. اما جالب اینجاه که علاوه بر تب و علائم دیگه، مالاریا ممکنه باعث تغییرات در رفتار هم بشه. به گفته بعضی از مطالعات، افرادی که به مالاریا مبتلا میشن ممکنه که بیشتر احساس گیجی، عصبانیت و بیقراری بکنن. این انگل به نوعی میتونه سیستم عصبی انسانو تحت تاثیر قرار بده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چطور انگل ها میتونن همچین تغییرات بزرگ و پیچیده‌ای روی مغز انسان بذارن. در واقع خیلی از انگل ها برای تکثیر ادامه حیات خودشون به مغز میزبان نیاز دارن. به همین دلیل میخوان تا جایی که میتونن رفتار موجودات رو تحت کنترل خودشون در بیارن و اون رو به سمت رفتارهایی هدایت کنن که به تکثیر انگل کمک کنه. برای همین خیلی از این انگل ها از طریق تغییرات شیمیایی تو مغز موجودات رو وادار به انجام کارایی میکنن که انگل میخواد. حالا که این داستان رو شنیدی، میخوام بدونم نظرت چیه؟ فکر میکنی روزی این انگل ها ممکنه به انسان ها حمله کنن؟ یا این فقط یه داستان علمی تخیلیه؟ نظر خودتو تو کامنت ها بگو. در نهایت اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ویدیو رو لایک کنید، چنل دنیای شیشه رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشین. و لطفاً یادتون نره که ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستین. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین و همیشه کنجکاو بمونین.